آیات قرآن میخونی یا نمیخونی؟ ترجمه قرآن میکنی یا نمیکنی؟ آلی به طریق خصوص است. چرا؟ زیادتری مردم که گمراه شد نصارا خیلی افراد کرد در حق عیسی علیه السلام. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، قابل یادآوری است در آن وقتی که الله متعال میگه ای عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کن نعمت ما بالای تو، نعمتای خصوصی. چرا الله متعال در اینجا میگه حالات عیسی علیه السلام در دو رکوع الله بیان میکنه؟ 5 قسم احتیاجات عیسی علیه السلام ثابت میکنه و کسی که 5 نوع محتاج باشه الله شده میتونه. اول احتیاجش در نعمتها الله سرش انعام کرده، دوم احتیاجش در معجزات، ضرورت به معجزات داره، سوم احتیاجش در حفاظت از شر چی؟ بنی اسرائیل، چهارم احتیاجش در پیدا نمودن حواری که الا مردمای مخلص امرایم پیدا شود که دعوت دین بدیم، پنجم احتیاجش در معجزه مائده که دسترخوان از الله طلب میکنه. کسی که قدر احتیاجات داشته باشه الله شده میتونه. خب این خوی نصاراست. آیا ما امتی پیامبر صلی الله علیه و سلام چطور میکنیم؟ وقتی که ما در قبر استاد هستیم، در قبر مردد 1000 سال سرش تیر شده، 900 سال 800 سال آلی مکمل خاک شده، آلی او را چطور میکنیم؟ امی ولی الله بود، امی صحابی بود، پیغمبری الله بود، اما در دست تو غسل داده شده، عورت خود پنهان کرده نمیتونست، کفن تو دادی برش، در انتقال تا قبر تو دادیشه، ضرورت داشت در غسل به تو ضرورت، در کفن به تو ضرورت، در انتقال در مقبره به تو ضرورت، در قبر ماندن به تو ضرورت، در خاک چپه کردن به تو ضرورت. چطور شده میتونه که یاری صفات الوهیت بریزی ثابت میکنی که حاجت مرا رواک، مشکل مرا رواک؟ این چطور حق گپ است؟ این قرآن اینطور نیست که تنها مورد نصارا را مورد خطاب قرار میده، ما تو را بیدار میسازه. امی اعمال که او میکرد تو میکنی. اذ قال الله یا عیسی، در آن وقتی که گفت ای الله متعال عیسی علیه السلام ابن مریم، بچه مریم است، الله عیسی علیه السلام الله نیست. اذکر یاد کن نعمتی مرا علیک بالای تو و علی والدتک بالای مادری تو. نه نعمت الله بالای عیسی علیه السلام بی پدر پیدا کرد شد. در خردی عالی گپاز میزنه میگه اینی عبدالله، ما بنده الله هستم، اینا پشتی سر میاد. و علی والدتک بالای مادری تو، مادری تو را انسان چی؟ مرد مثلا نتانست، الله متعال ابو قسم اولاد از پیش پیدا کرد. اتر پاک دامن. اذ ایدتک بروح القدس، در آن وقتی که تایید تو را کردم توسط روح پاک. اینجا دو مطلب است. روح بروح القدس اضافت موصوف به سوی صفت است. چمانا تو را تایید کردم به طور یک روحی که مقدس و پاک است. او کیست؟ جبریل امین. جبریل امین تایید توسط از او تایید شدی. یک یا اذ ایدتک بروح القدس، در آن وقتی که تایید تو را کردم به روحی که از جانب قدس، یعنی از جانب الله متعال برات آمده بود. این مراد از این روح یا روح خودت است که الله بر تو اون روح داد، یا مراد از روح از جانب الله که کدام روح آمده بود؟ جبریل امین بود. چرا جبریل امین خیر روح میگه؟ مثل که توسط روح بدن زنده میشه، جبریل امین همیشه وحی میاره، وحیم مردم زنده میسازه. زندگی دو قسم است، یکی جسمی و ظاهری است، یکی معنوی است. زندگی معنوی توسط وحی میآید. رابطه با قرآن کتاب الله پیدا شود تو زنده جدید میشی. زنده جدید خبرداری نه؟ عقیده توحید یاد میگیری واقعا زنده جدید میشی. تا وقتی که عقیده توحید یاد نگرفته باشی مرده استی، مرده راستی مرده استی. وحی الله انسان زنده میکنه، جبریل امین وحی الله را میاره. خب تکلم الناس فی المهد و کالا، تو سخن میگی با امرای مردم، دعوت به سوی حق میکنی مردم فی المهد، در حالتی که در گهواره بودی، و کالا در حالت پیری. معجزه عیسی علیه السلام بود. وقتی مادر عیسی علیه السلام در بغل گرفته آورد، در حالی که خیلی سخت مریم چی بود؟ هراسان بود. چرا؟ اونجا گفته بود که یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش که من قبل از این وفات میکردم. حالی از قوم تهمتگر چطور خدا خلاص کرده بتانم؟ الله متعال گفت که دی مورد غم نکن، الله حفاظت میکنه. زمانی که امروی عیسی علیه السلام مریم رفت، قوم جمع شد و سوالا را شروع کرد که پدریت زناکار نبود، مادریت بدکار نبود، تو این از کجا کردی؟
مریم بیبی قطعی کسی گپ نمیزد، اشاره بد کی میکرد؟ عیسی علیه السلام قطعی ازی سخن بگه. و گفت عجیب طفلکی خورد قطعی ما سخن بگه. عیسی علیه السلام دمو گهواره سخن گفت که اینی عبدالله، ما بنده کیستم؟ آتانی الکتاب، الله برام کتاب. این به طریق معجزه بود. در پیری خو هر کس گپ زده میتونه. اینجا چرا میگه و کهلا؟ یا به خاطر از اینکه اشاره بکنه با وصف که عیسی علیه السلام در حالت جوانی در آسمان بالا شده. خب پس پایین میشه، اینجا حالت پیری سرش میآید. پس پایین میشه در زمین، بازم در حالت پیری چی میزنه؟ گپ میزنه. پس این دلیل شد بالای نزول عیسی علیه السلام که باز در زمین میآید. یک دوم توجیه، یک گپ میزنه که تو گپ میزنی امرای مردم فی المهد در گهواره و کهلا در حالت پیری. گپ گهوارت مثل گپ حالت پیری است. آنقدر سخن هوشیارانه و زیرکانه میزنی که یک آدم در حالت پیری خود که تجربه خیلی کافی داره همونطور گفتن نمیتونه. اینجا مراد از گپ زدن تشبیه گپی حالت گهوارش با امرای پیریش است. سوم تکلم الناس، تو گپ میزنی امرای مردم فی المهد در گهواره و کهلا در حالت چی؟ پیری. در حالت پیری هم گپ میزنی. امو دعوتی که در حالت گهواره کرده بودی امو دعوت در حالت گهواره هم میکنی. خو لیکن دعوت ها با هم فرق داره. در حالتی که در گهواره بودید دعوت به سوی خودت بود، رفتن بروش خودت. اما در حالت پیری رفتن بروش خود نیست، بروش کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اذا علمتک الکتاب، در آن وقت قابل یادآوری است، در آن وقتی که تعلیم دادم تو را کتاب. مراد از کتاب چیست؟ بعضی میگه مراد از کتاب علم ظاهری است و الحکمت علم چیست؟ اسرار باطن، چیزایی که دو نهفته شده که ما شما از او تعبیر به اسرار بکنیم. یک و اذا علمتک الکتاب، در آن وقتی که تو را تعلیم دادم کتاب قرآن کریم و الحکمت حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم. چرا پایین میشه؟ پس در اینجا باز علم قرآن و علم حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم برش حاصل میشه. و تورات تو را تعلیم میدم، در آن وقتی که تو را تعلیم دادم تورات و الانجیل، انجیل. معلوم شد که 3 کتاب علم عیسی علیه السلام حاصل کرد. و استخلق من الطین، در آن وقتی که تو می ساختی از طین، من الطین از گل، که هیئت الطیر به مثل شکل پرنده. باز چی میشود؟ باذنی، به فرمان و اجازه ما. هیچ معامله را پیغمبر، هیچ معجزه را پیغمبر بدون اذن الله کرده نمیتونه. خلاص در معجزه محتاج است. فتنفخ فیها، پس تو میدمیدی دو دینمیت شکل پرنده. فتکون طیرا، میشد پرنده حقیقی باذنی، به حکم او امر ما. الله میگه نه به امر تو. معجزه صادر کردنیش الله هست، خود دستی پیغمبر است برای تایید پیغمبر. کرامت صادر کردنیش الله است، خود دستی ولی است، ولی اختیار نداره. مردم ما عالی بگه کرامت برش است. خب کرامت در چی چیز است؟ خب بیل بلدوزر میده شده. سیسته که بیل بلدوزر میده شد، عالی مریض هم جور میتونه. این ما قبول کرده. بیل بلدوزر الله میده کرد، عزت برای بنده خود داد. مریض هم جور میکنه خیر؟ آواز تو را میشنوه؟ مشکل تو را حل کرده میتونه؟ این مردم از کرامت و ولایت چی جور کرده؟ علمای ما سکوت، یک روز تشریح موضوع را نکرده، یک روزم که مردم حتی از عقاید خبر کنه. مردم در مورد ولی چی عقیده داره؟ ولی یعنی متصرف، حاجت روا، مشکل کشا، هر چیزی که بخوای او کرده میتونه. صفات الله را برش ثابت میکنه. خلاص به نام از او نظر شوه، برای در قبرش طواف شوه، از او خوف شوه، به او طمع شوه، بلکه از الله کده از او خیلی خوف. تای پیتا گل کده رویستی در پیش روش، کلی روز چالان است، در اوجه میری گل میکنی، تمی تام از به او زیاد است. از الله دعا نمیخوای، از او میخوای، میگی خیلی مهربان سرم است. در او سرحت مردم رسیده دیگه پا مسائل عقیده بیان نمیشه، مردم بفهمه. و تبری الاکمه و الابرسه، تو جور میکدی الاکمه کوری مادرزاد و الابرسه کسی که مبتلا به مرض پیس بود. خب تو جور میکدی؟ نه، به اذنی، به امر ما. الله میگه به امر ما جور میکردی، تو نمیتونستی. و استخرج الموتى باذنی، در آن وقتی که تو میکشیدی مرده ها را به حکم امر ما که زنده میشد. خب اینطور حالات عیسی علیه السلام به دست خود انجام داده. خیر متبعینش
اگر عیسی علیه السلام الله یا ابن الله میگه، لا اقل یک کمی عذر خدا ده. اما اون کسی که تو ولی برش میگی، از کجا ولایتش ثابت میکنی؟ کجا هست؟ ولی کی را میگی تو ولی را شناخته یا نه؟ اما کسی که سالا نه در رنج مردم نه در خوشحالی مردم شریک شد، نه مردم حتی یک کلمه امر بالمعروف نه منکر نکرده، در کوها بیزار زندگی کرده کنلوچ دور از قرآن کریم، او را باز ولی جور کرده. در سر اونجا اموجا وفات کرده، اموجا پنجره را توش دور داده که فلان باباست، فلان باباست. اینقدر بابا ای را ولی میگن. یک نماز نخونده، یک روزه را نگرفته، مسئولیت دینی در مقابل مردم نداره، خلاص ولیست. مطابق فرمانش روزه میگیرن. در کابلتان فعلا یک بدبخت وفات کرده، یک گمراه بزرگ، بت بزرگ 6 روز روزه را میگیره به خاطر ازو، به خاطر روزی تولدش. روزه عبادت کیست؟ یا برای پیری خود میگیرن. و از کففت بنی اسرائیل، در آن وقتی که من کردم، الله اکبر، عیسی علیه السلام پیغمبر است، همی قدر کارا را در دستش صادر میشه، اما از خود دفاع نمیتونه، بنی اسرائیل جمع میشه. عیسی علیه السلام ولد الزنا گفته ایره در دار میکشن، محاصره میکنه در اتاق. عیسی علیه السلام ضرورت داره که الله ایره چی کنم نجات بده. الله میگه و از کففت بنی اسرائیل، در آن وقتی که بند کردم تو را از دست بنی اسرائیل، از تعارض بنی اسرائیل عنکه، دست درازی بنی اسرائیل از تو بند کردم، قتل میکرد. از جئتهم بالبینات، در آن وقتی که تو آمدن کردی پیش از یا با امرای معجزاتش، باز هم مردم قبول نمیکرد. فقال الذين كفروا، گفتن کفار، منهم از جمع از یا، اینها زانست اینمی چیزی که آورده، این معجزات کلش چی گفت؟ الا سحر مبین، مگر سحری آشکار است. این سحر است. باز بعد از او با یک اتفاق نکردن که تنها بگوید سحر است، تکذیب بکنه تو را، تلاش کردن الا نمانشه. اون در اتاق محاصره کردن. نفری که داخل شد در اتاق از خودشان، الله چهره عیسی علیه السلام سری از او انداخت. یک روایت همینطور است، داخل شدن نفری خود قتل کردن، پسان پشیمان بودن که اگر عیسی باشه خیر رفیق ما چی شد، اگر رفیق ما عیسی علیه السلام چی شد. و اذا اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی، قابل یادآوری است در آن وقتی که در دل انداختم. وحی هر امری خفی را میگه که به طریق خفیه برای کسی میرسه. گاهی وسوسه به معنای وسوسه میاد، گاهی به معنای هدایت فطری هم که در اول سرشت الله چیزی را به کسی هدایت کرده، مثل که طفل سینه مادری خودم میچوشه یا چوچه مرغاوی دستی شروع به آب بازی میکنه، این تعلیم فطری میگه، یا به نام وحی یاد میشه. گاهی وحی به معنای الهام است. الهامی را میگه یک سخن در قلب کسی الله بندازه و او سخن درست باشه. اینجا درست است. در آن وقتی که در دل انداختم الی الحواریین، بسوی حواریین، مردما دوستای مخلصی تو، حواری دوست مخلص هم میگه، ان آمنو بی و بی رسولی، که ایمان بیاری بالای ما. الله متعال میگه ما در دل حواریین دوستای مخلص عیسی علیه السلام انداختم که عقیده به ما بکنن، و بی رسولی و پیغمبری ما که عیسی علیه السلام است. محبت پیغمبر در قلبشان پیدا کردم، در قلب از وا ای گشت که ما بدون روش عیسی علیه السلام کامیاب نمیشیم. قالوا آمنا، حواریون گفتن که ایمان آوردیم یا الله، واشهد باننا مسلمون، تو شاهد باشی که ما مکمل تسلیم نظام توستیم، مکمل چیزی که تو هدایت میکنی الله ما او را میپذیریم. معلوم شد که ایمان دادن، توفیق دادنم کار الله متعال است. خود انسان در مرحله کسب توانایی داره اما ایجاد کردن نمیتونه. از همون خاطر انسان وقتی خود در یک نعمت اطاعت الله میبینه، روزه گرفته، در ترجمه قرآن حاضر شده، شکر الله را زیاد بکش که الله تو را چی کرده، بگوی در قلب انداخته که تو اینجا میایی. اگر الله نمینداخت نفرتی ترجمه در قلبت موجود میبود، سالا در قرآن نمی نشست. احسان الله است بالای تو. اذ قال الحواریون، در آن وقتی که گفت حواریون دوستای مخلص عیسی علیه السلام، یا عیسی ابن مریم، ای عیسی علیه السلام بچه مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا، آیا توانمندی داره پروردگار تو که نازل کنه علینا بالای ما، مائدة دسترخوان من السماء، از طرف بالا. یک دیگه در اینجا هل یستجیبو، آیا یا شک داشتن چی؟ توانمندی
بعضی مفسرین میگه که این مردم ها حواریین تا آلی را ایمانشان پخته نشده بود، از امو خاطر سوال کردن و گفتن که آیا توانمندی داره، لیکن جواب صحیح نیست. چرا حواریون خو مردمی بود پیش گفت آمنا و اشهد باننا مسلمون. دوم توجیه را مفسرین میکنن بله ایمان دو قسم است، یکی ایمان به دلیل است، یکی به مشاهده است. ایمانی که توسط دلیل انسان آورده باشه و ایمانی که بالکل به چشم سر ببینی فرق داره، تفاوت داره. و خو مؤمن بودن از روی دلیل، لیکن مؤمن از طریق مشاهده نبودن، از او خاطر از طریق مشاهده طلب میکنه. این دو توجیه. سوم توجیه حل برای استفهام نیست، حل به معنای قد است. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، هل اونجا به معنای قد اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا است. اینجا هم اینطور است. هل یستطیع، قد یستطیع، یقینا توانایی داره ربک پروردگاری تو ایونزل علینا مائدة که فرو بفرسته بالای ما دسترخانه، یعنی طعام من السماء از طرف بالا. قال اتقوا الله، اگر از شک سوال کرده باشه دیگه عیسی علیه السلام منع میکنه که چرا در مورد توانمندی و قدرت صفت قدرت الله شک داره، اینطور از الله بترسه، اینطوری نسبت های شک نکنه. اگر او مطلب باشه دیگه اتقوا الله ایمان را داره. اگر نه که نه اونجا یقین داشتن که الله توانمندی داره مثل که به معنای قد است. باز قالت اتقوا الله، عیسی علیه السلام برای از میگه شکم پرستی نکنه، از الله بترسه، اینطور چیزا طلب بکنه که قابل قدر باشه. یک تعام چیزی که شما طلب میکنه، مردم سرتان انتقاد میکنه که ای قدر شکم پرست است. قال اتقوا الله، بترسه از الله متعال، معجزات فرمایشی را بدون ضرورت نکنه، بازو معجزه خوردن و نوشیدن این را نکنه. این کنتم مؤمنین، اگر واقعا مؤمن هستی از الله چیزای عالی را بطلبی. این خوراک چی است؟ و دلیل میگه. قالو گفتن نورید، ما اراده داریم، یعنی سوال ما بی ضرورت و بی جا نیست، بلکه بنابر یک مصلحت خیلی مهم است. و کدام است؟ قالو گفتن نورید ان ناکل منها، اراده داریم که از رزق الله در حالی که مکمل حلال باشه، شبهه حرام مکروه دیش نه موجود نباشه. دیگه که کسب و کار میکنیم حتما یک شبه پیدا میشه. ما میخوایم رزق حلال که هیچ شبه نداشته باشه از او استفاده بکنیم، یکی یعنی از او برکت حاصل کنیم. رزق الهی از آسمان نازل شده باشه، برکت حاصل کرده باشیم. یک و تطمئن قلوبنا، که مطمئن شوه قلب ما. ایمان دو قسم است، به دلیل، یکی به مشاهده، ایمان ما به مشاهده شوه. دو و تطمئن قلوبنا، و دیگه مطمئن آرام بگیره قلبای ما. چطور قلبای ما آرام بگیره؟ که آینده اگر کسی میگه که آیا دعوت عیسی علیه السلام حق است یا ناحق، ما بالکل میخیزیم که حق است. چرا؟ دلیل داریم، سند داریم. و نعلم، که ما بدانیم ان قد صدقتنا، و دیگه که ما بدانیم که ما واقعا صدقتنا در دعوای رسالت، ما راست گفتیم در مورد رسالت تو. مردم اگر از ما سوال میکنن ما راست گفته باشیم که راستی نمیطور گپ شده در پیش روی خودی ما. و نکون علیها من الشاهدین، بالای همین معجزه که مائده است، نزول دسترخوان است، من الشاهدین از جمله چی باشیم؟ شاهدین باشیم برای کسی که ندیده ایره. حواریین مردم است بازم هر قدر که خود صفایی خود اعلان کنه، یک کمکی خود خوردن تمایل داره، در خوردن نوشیدن خود تمایل داره. چرا اینطور مردمی طور گپا میزنه؟ نکته عجیب، این نکته نخواد تفاسیر هم پیدا کنه. الله متعال گاهی اوقات خیلی انسان فکر بکنه در قرآن کریم برش انشراح میشه که کدام نکته است. یا مائده را به این خاطر طلب میکنه که تصور نصارا را مکمل باطل بسازه. در مورد عیسی علیه السلام که کدام تصور الوهیت نصارا داره مکمل از بین ببره. چرا؟ عیسی علیه السلام هم به خوردن ضرورت داشت، خوردن میکرد. کسی که خوردن میکنه در قضای حاجت هم، کسی که خوردن میکنه بدن داره، جسم داره، دهن داره، همه گپا. پس تصور الوهیت عیسی علیه السلام به طور کلی محو میشه. حوارین طور مردم نیست، شکم پرست نیست. طلب مائده را به خاطر میکنه که امروز عیسی علیه السلام در دسترخوان میشینه، الله قطعی مردم میشینه که بخوره. از خاطری مائده را طلب میکنه
که او تصور غلطی که نصارا در مورد عیسی علیه السلام داره با میده میده شوه. از همون خاطر یکی از دلایل نفی الوهیت عیسی علیه السلام پیش هم داید چی خوده بود؟ کان یاکلان الطعام. بچه و مادر چی میکردن؟ طعام میخوردن. اونجا الله گفته، اینجا خودی حواریون طلب کرده. خب نازل شد. آل عیسی علیه السلام دید که طلبی دسترخوان همونطور عادی به ضرورت نیست و علامش کم پرستی هم نیست. اینطور هم نیست، مصلحت بزرگ داشته هفته است، از او خاطر طلب میکنه. قال عیسی ابن مریم، گفت عیسی علیه السلام بچه مریم، اللهم ربنا. هر پیغمبر که دعا میکنه الله متعال نقل دعاهای انبیاء علیهم السلام برای ما میکنه. برای چی میکنه؟ طریقه تعلیمی دعا را برای ما یاد میده. چه قسم از الله بخوایم، چی چیز واسطه وسیله کنیم، کدام وسیله مهم است. کلی انبیاء وسیله را چی کرده؟ صفات الله را، خصوصا صفت رب. رب صفت رب. همه انبیاء علیهم السلام صفت رب چی وسیله کرده؟ این مبتدعین برای برکت فلانی خان چشتی و قادری و کی نقشمندی دنبالدار کرده رایسته. برادر الله صفات الله را بگی که قرآن براتان بگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. امر کرده تو را، این را گذاشته در کجا می روند؟ عجیب است. باز بحث سری توسل بکنه که توسل به ذوات فاضله درست است یا نادرست است. انبیاء علیهم السلام توسل به ذوات فاضله نکرده. اللهم ربنا، ای پروردگار ربنا. صفت رب به خاطر ذکر میکنه. چرا؟ هر انسان در تمام امور خود به صفت ربوبیت الله ضرورت داره. پیغمبر تا آخری عمره، ما تا آخری عمره. یکی از جمله اجزای ربوبیت الله چیست؟ که ما را توفیق بده ثبات و پایداری در دین ما نصیب بکنه. اگر الله توفیق نده، ما را هدایت نکنه، میتونیم؟ یا از جمله اجزای ربوبیت الله است که ما را تربیت میکنه. آخری تربیت ما دخول جنت است. مرتبه تربیت آخری چیست؟ که ما را در جنت داخل بکنه. یعنی این هم از اجزای تربیت است. اللهم ربنا، ای پروردگار که مالک متصرف، حاجت روا، مشکل کشای ماستی، مصلح مدبر ماستی، اما چیزی ما را تو اسلام میکنی. انزل علینا، روان کو بالای ما، مائدتن دسترخوان، من السماء، از طرف بالا، تکونو لنا عیدن، که باشه برای ما جشن، روزی خوشی باشه، لاولنا، برای حاضرین ما. چرا؟ این چی قسم جشن میشه؟ کسی که دعایش قبول شوه، ضرورتی که داره الله بپذیره، سبب خوشی نیست؟ بسیار سبب خوشی است. و آخرنا، مایه خرسندی بگردانه برای دیگرای ما. برای دیگران چطور مایه خرسندی است؟ به خاطر که میگه که ما رایو کسایی را تعقیب میکنیم که دعایش مستجاب بود. اینی را مردم میگه به منهج سلف رفتن. آلی معنی سلفی را فهمیدی؟ سلفی که میگم گروپ نیست، تنظیم نیست، ما قطعی گروپ و تنظیم قطعا منا چیستیم، ضد هستیم. اسلام یک اسلام است. مسلمین الله برای ما گفته ضرورت به دل و دلبازی نیست. تحزب قطعا درست نیست. اسلام پارچه کرده، نه منافات داره. سلفی مانا ما به منهج سلف روان هستیم.